درود. من سارا هم امروز قراره درباره مسئله صحبت کنیم که با اینکه صورتش خیلی ساده به نظر میرسه، یه چیزی حدود 60 سال طول کشیده تا ریاضیدانا بتونن حلش کنن. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم، سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سال خیلی خوب و پر از موفقیتی باشه براتون. خب حالا برگردیم به مسئله اصلی. شما تا حالا اسباب کشی کردین؟ احتمالاً هر انسانی حداقل یه بار تو زندگیش اسباب کشی کرده. این یعنی ریاضیدان ها هم احتمالاً توی زندگیشون اسباب کشی کردن. و چون ریاضیدان ها خیلی انسان های کنجکاوی هن، موقع اسباب کشی هم مسئله طرح میکنن. این دقیقاً کاریه که ریاضیدان اتریشی کانادایی به نام لیو موزر انجام داده. ایشون حالا انگار وسط اسباب کشی بودن و این مسئله براشون مطرح میشه که خب الان یه راهروی تنگ جلومه که مثلا ارزش 1 واحده، ته راهرو یه راهروی دیگه هست که عمود به این راهرو، اونم ارزش 1 واحده و من موندم و یه مبل که میخوام اینو از این راهرو عبور بدم. باید چیکار کنم بدون اینکه مبل رو خراب کنم یا دیوار رو خراب کنم؟ البته خیلی همینطوریه، صورت همینطوریه مسئله. صورت اصلی مسئله اینه که اگه ما این راهروی ال شکل که ارزش 1 واحده رو داشته باشیم، بزرگترین شکلی که میتونه از این راه رو عبور کنه بدون اینکه به گوشه ها گیر کنه چیه؟ یا در حقیقت بهتر بگیم بیشترین مساحتی که این شکل میتونه داشته باشه چیه؟ این مسئله توی سال 1966 توسط همین آقای لیو موزر مطرح شد. حالا جالبه بدونین خود این آقای لیو موزر کلاً خیلی آقای جالبی بوده، خیلی سوالهای خیلی جالبی مطرح کرده. یه دونه دیگه مسئله داره، مسئله کرم موزر. اتفاقا فکر کنم اوپن پرابلم هم هستن هنوز. حالا بگذاریم. این مسئله صورتش واقعا ساده است. یعنی شاید با خودتون بگین که خب مثلا شیعه رو هر قدم بزرگ باشه یه ذره اینور اونور میکنیم، به هر حال یه جوری ردش میکنیم میره، کاری که ما تو دنیای واقعی میکنیم. ولی چیزی که این مسئله رو سخت کرده اینه که فضایی که مسئله توش مطرح شده فضای 3 بعدی نیست، فضای 2 بعدیه و ما توی زندگی واقعیمون با فضای 3 بعدی سر و کله میزنیم. پس اینجا مسئله جالب میشه. حالا شاید با خودتون فکر کنین که خب یه مربعی که ضلعش 1 میتونه از این راه رو عبور کنه، یا مثلا یه نیم دایره‌ای که شعاعش 1 هم میتونه از این راه رو عبور کنه. ولی سوال داره میگه که بزرگترین شکل چیه؟ اینا نسبتاً کوچیکن. خلاصه یه چیزی حدود 60 سال طول کشید تا بالاخره یه نفر تونست یه راه حل دقیق برای این مسئله ارائه بده. حالا البته تو این 60 سال بقیه ریاضیدانان بیکار نشستن. توی سال 1968 یعنی 2 سال بعد از اینکه مسئله مطرح میشه، یه آقایی به نام جان همرسلی میاد یه شکل جالبی ارائه میده به عنوان جواب این مسئله. این شکل یه ظاهری شبیه تلفن قدیمی داشته و از 2 تا ربع دایره، یه دونه مستطیل و یه دونه نیم دایره تشکیل شده بوده. مساحت این شکل یه چیزی حدود 2.2074 واحد بوده و خیلی جالبه که آقای همرسلی میاد اثبات میکنه که شکلی که جواب این مسئله است مساحتش نمیتونه از 2.8284 واحد بیشتر باشه. این خیلیه. خلاصه میگذره توی سال 1992 یه آقایی به نام جوزف گرور با این مسئله آشنا میشه. اون زمان آقای گرور دانشجوی دکترا بوده توی دانشگاه برکلی و اتفاقاً فکر میکرده که این مسئله جواب داره و به صورت تفریحی تفننی کاملا تلاش میکنه که این مسئله رو حل کنه. بعدن یه ریاضیدان دیگه میاد بهش میگه که آقا این اصلا اوپن پرابلمه و این اصلا باعث میشه که خود گرور خیلی بیشتر مشتاق شه که بخواد این مسئله رو حل کنه. در نهایت جوزف گرور یه شکلی که از 18 تا قطعه تشکیل شده بود ارائه میده که اتفاقاً ظاهرش یه ذره شبیه اون تلفنی بود که جان همرسلی ارائه داده بود. مساحتش هم یه چیزی حدود 2.2195 واحد بود. خود آقای گرور
ادعا میکرد که جوابی که ارائه داده بهترین جواب این مسئله است، ولی نتونست اثباتش کنه. تا سالها هم جوابی که گرور ارائه داده بود بهترین جواب بود. واقعا مشکل این بود که نتونسته بود اثبات کنه این تنها جوابه، البته بهترین جوابه. داستان از اینجا جالب میشه. توی سال 2016 یه آقایی به نام دن رومیک میاد برای این مسئله یه دستگاهی ارائه میده که 22 تا معادله داشته، 22 تا مجهول. این دستگاه جواب یکتا داره و جواب یکتاش مساحت تلفن گرور بود. ولی خب بازم این نمیشد بگیم که اثباته، صرفاً یه تحلیلی ارائه داده بود که جوابش شده بود مساحت تلفن گرور. همون سال یه دانشجوی دکترا که از اون سر دنیا، کره جنوبی، رفته بود این سر دنیا، میشیگان، با این مسئله آشنا میشه. البته ایشون تو سربازی با این مسئله آشنا میشه، چون سربازی اجباریه تو کره جنوبی و از وسط دکترا مرخصی میگیره، برمیگرده کشورش و میره سربازی. وقتی که سربازیه توی یه سایتی یه مقاله میخونه درباره این مسئله که آقا این مسئله حل نشده، صورتش اینه، جوابو اگه تونستید پیدا کنید. این آقا اسمش جینون بک بوده و از این مسئله خوشش میاد. خلاصه این آقای جینون بک بعد از سربازی تصمیم میگیره که به عنوان تز دکتراش، به عنوان رساله دکتراش بیاد روی این مسئله کار کنه. منتها خیلی شانس نداشته بنده خدا، سربازیش 4 سال که طول کشیده هیچی، چون خورده به کرونا. از اون طرف هم حالا که ترخیص شده، کرونام تموم شده، کسی نیست گردنش بگیره. دلایلی که کسی قبولش نمیکرد میگفتن این بوده که این مسئله نمیدونم حساسه، باید تخصص داشته باشه کسی که روش کار میکنه و اینجور داستانا. در نهایت موفق میشه یه آقایی به نام مایکل زیف رو قانع کنه که راهنماییشو به عهده بگیره، استادش بشه. و خیلی جالب بدونید که این آقا اصلا رشتهش نه هندسه بود و نه بهینه‌سازی بود، رشتهش جبر بود، اصلا ریاضی محض بوده. بعد خلاصه میاد این آقای جینون بکو گردن میگیره و میگه که اوکی بیا با هم کار کنیم، چون من حل کردن مسئله رو دوست دارم. خلاصه این آقا شروع میکنه روش کار کردن و توی سال 2024 یه جواب خیلی خیلی جالب برای این مسئله ارائه میده. چیزی که جالبه اینه که اون موقع که این مسئله مطرح شد همه میگفتن که این برای اینکه این مسئله حل بشه نیازه که ما کامپیوترهای خیلی قوی داشته باشیم و محاسبات نرم افزاری خیلی خیلی قوی اجرا کنیم تا بتونیم اینو اثبات کنیم. ولی کاری که جینون بک انجام میده بدون حتی یه خط کد بود. حالا چیکار میکنه؟ این آقای جینون بک میاد یه فضای بی‌نهایت بعدی رو در نظر میگیره و توش همه شکلای ممکن رو میندازه. بعد یه تابع کیویی تعریف کرد که برای هر کدوم از اون اشیا که حالا ما میگیم مبل، برای هر کدوم از اون مبلا مساحت خود مبل رو میداد یا یه مساحت بیشترش. بعد چقدر این تابع کیو خوب تعریف شده بوده که اگه ماکسیمومش بیشینه مقدارش حساب میشد یه کران بالای خیلی خوب واسه یه مسئله. بعد حالا یه چیز جالب دیگه هم که این تابع کیو داشته این بوده که برای تلفن گرور مساحتش دقیقاً همون مساحت تلفن گرور بود. یعنی اگه ورودی تابع تلفن گرور بود خروجیش مساحت تلفن گرور بود. یعنی اگه ثابت میشد که بیشینه کیو توی اون موقع اتفاق میافتاد که ورودیش تلفن گرور بود تموم بود، اثبات میشد. بعد شگفتی های تابع کیو اصلا همینجا به اتمام نمیرسه. یکی دیگه از عجایب این تابع این بود که رفتارش مثل سهمی بود، یعنی عملاً پیدا کردن اکسترمومش کاری نداشت. یعنی جلل خالق بدون حتی یه خط کد آقای جینون بک تونست ثابت کنه که جواب این مسئله همون تلفن گرور. خیلی سربازی بشین یه مسئله اوپن پرابلم پیدا کنی بعد بشین روش کار کنی بشه تز دکترات، بعد جوابش هم بدون یه خط کد در بیاری، در صورتی که همه میگفتن باید 16,000 تا خط کد بنویسید،
سیستم فلان میخوای واسه ران کردنش، خیلیه. حالا البته ناگفته نمونه که این راه حلی که آقای جینون بک ارائه داده هنوز در دست داوریه و هنوز تایید نشده 100%، ولی احتمالش خیلی خیلی زیاده که قبول بشه و این مسئله بعد از 60 خورده نمیم چند سال، 56 سال 60 سال چقدر میشه؟ از 66 میشه 34 24 58 59 سال. چی میخواستم بگم؟ بعد 59 سال این مسئله حل شد دیگه. بعد حالا جالب آقای گرور زنده است، بعد راه حل این آقای جینون بکو دیده، بعد گفته که خیلی خوشحالم که وقتی زنده بودم دیدم که جوابی که دادم اثبات شده. خیلی قشنگ بود به نظرم. استاد راهنمای همین آقای جینون بک هم گفته که هنوز هم میشه با فکر مسائل بزرگ ریاضی رو حل کرد. این ویدیو رو بفرستید برای اونایی که یا سربازی هن یا قرار به زودی برن سربازی و تشویقشون کنید که توی سربازی به اوپن پرابلم ها فکر کنم وقتشون زیاده اونجا، میتونن قشنگ راحت به این مسائل فکر کنن و مثل آقای جینون بک راه حل جالب ارائه بدن. خلاصه که این بود ویدیوی امروز، امیدوارم که براتون جالب بوده باشه و توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. بدرود.